ببینم این چه ریختی برای خودت در آوردی ناکس. قیافت شده خنده‌دار این سوسولای مکش مرگ ما برای خودت تیپ درست کردی. آیه دکتر انگار حالیتون نیست، اوضاع خیلی خطریه. اگه گیر این قیامیا بیفتی من اینطوری میتونم بگم مجری برنامه 4 استراتژی نظام نیستم. اما شما چی؟ وای به حالت. بهت بر نخوره ها. من تا حالا فکر میکردم خیلی باشعورتر از این حرفا باشی. فکر نمیکردم این بعضیا باشی تو نظام که اگه یه قطره شونو به کوه بزنی یا کوه با اون عظمتش به ارعر بیفته. اگه به ریش تراشیدن و کلا گذاشتن عینک دودی بود که عضو حاضر بود به جای سایت نتز کارخونه ریش تراشی و کلا بافی و عینک سازی بزنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه تو گرمای تابستون تو کویر پتو کشیده بود و سرش خوابیده بود. بهش گفتم مگه احمقی؟ گفت مگه رو پتو هم معلومه. آیه دکتر 2 نکته میگم. یکی این که کمال همنشین در من اثر حرف کرد. دهنتو بفهم. دوم این که مرحوم والده همیشه میفهمودن مجری. عرض میکردم بله، میفرمودن 2 نفر تو جنگل یه شیری رو دیدن، یکیشون سریع کوله پشتی رو باز کرد و کفش ورزشی رو بیرون آورد و پوشید. رفیقش بهش گفت بی خودی زحمت نکش، هیچ انسانی نمیتونه سریعتر از شیر بدوه. اونم جواب داد لازم نیست از شیر سریعتر بدوم، کافیه از تو سریعتر بدوم. روشن شد یا یه کفش ورزشی برات بخرم. صبر کن میرم ناکس. من نمیدونستم این وسط نامردم هستی. چرا زودتر نگفتی تو این حرفا رو ببره؟ فقط اون تو بیا سریع برنامه رو اجرا کنیم و بزنیم به چهار. آره پس بطلش نکن. برو سریع شروع کن ناکس تو این وضعیت خطری. روزی که قبرش میکنن تنگ، های به بالینمش نهن خشتم گل سوی داد بیداد. های نپای آن که از موران گریزه، نه دست آن که با ماران کنه جمنگ. ای داد بیداد ای بی مروت. آیه دکتر عجب دور زمونه شده، روی هیچی نمیشه حساب کرد. ساعت 12 شب جمعه که همه خوابن، فرداش هم تعطیله و هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، نظام گرون شدن بنزین رو اعلام کرد. اما همه چی برعکس شد. چند دقیقه هم نشد همه این رویاهای نظام برباد رفت. بعضی وقتا دست در میره یه حرفای درستی میزنی. اینجاست چون کمال حمله چی اثر کرده. مثلا چه معنی میده دخالت کردن تو کارهایی که مقام عظما میخواد بکنه؟ خب این بدبخت بیچاره اختیار این کارا رو نداره. چه عظماییه پس؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که طرف شاکی بود میگه واقعا نمیفهمم ما کی میخوایم از دخالت کردن تو کار بقیه دست برداریم. یارو تو مترو به من میگه چرا دستت تو جیب منه؟ خب به تو چه؟ دست خودمه، دوست دارم تو جیب تو باشه. روشن شد یا بفرستم یکی جیب تو بزنه برات؟ آیه دکتر من تحت تاثیر وقایع اخیر نسبت به مقام عظما ذهنم یه جوری دیگه شده. نمیدونم چطوری بگم. یعنی میبینم که مقام عظما به دسته مشنگا حرف دهنتو بفهم دیگه ناکس. من که میدونم که چه خبره. اگرت بپرسم 1000 تا دلیلم واسش میاری، اما کسی روز روشن اونم جلو دوربین این چیزا رو بار مقام عظما نمیکنه. خجالت بکش ناکس. ولی خب حالا بگو ببینم چی میگی. آی دکتر اولاغم میفهمید حالا که لبنان و عراق که مقام عظما کلی روش سرمایه گذاری کرده بود رو آبه، به کردن یه چنین قوقایی، یعنی همین گرون کردن بنزین احمقانه ترین کاری بود که میشد کرد. مقام عظما این وسط چه فکری کرد؟ چه حسابی رو نکرد؟ چه چیزی رو ندید که اینطوری خودش رو داغون کرد؟ تو چه ساده اینا که فکر کردی مقام عظما تو این بدبختی و این بیچارگی و بنبست و باطلاق که گیر کرده فکر و حساب کتاب درستایی میتونه بکنه. تازه اون علاقه هم که گفتی اگه ورشکست بشه اقتصادی از همین کارا میکنه. تو لبنان
حسن نصرالله پول میخواد، تو سوریه بشار، تو عراق هشت و شبی اینا پول میخواد. خب این بدبخت دیگه بیچاره چه کار بکنه، چه فکری بکنه، چی رو ببینه که تو راحت چی؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که 3 تا عقاب خالی بند داشتن با هم دیگه گپ میزدن، یکیشون رو پرواز کرد 5 دقیقه بعد برگشت چنگالاش خونی بود. گفتن چی شده؟ گفت اون گله گوسفند رو میبینین؟ گفتن آره میبینیم. گفت اونا رو من لتو پار کردم. دومی میخواست کم نیاره، پرید، بعد نیم ساعت برگشت چنگالش و منقارش خونی بود. بعد گفتن چی شده؟ گفت اون گله گاو رو میبینین؟ گفتن آره. گفت اونا رو همه رو من زدم. سومی دید بعد جور کم میاره، پرواز کرد، بعد چند دقیقه برگشت با تمام هیکل خونالود لط و پار. گفتن چی شده؟ گفت اون تیر برق رو میبینین؟ گفتن آره. گفت خب من ندیدم. روشن شد یا بکوبد به تیر برق که دیگه از این کارا نکن. آیه دکتر، میدونم که این روزا دفاع کردن از مقام عظما دل شیر میخواد. نه خیر، مغز خر میخواد. اما درخواستم از شما اینه که تمام قد از ایشون دفاع کنید. نذارین به مقام عظما بگن تو که برای فرار از مسئولیت میگی من کارشناس نیستم و تو این تصمیم گیری من نبودم، تقصیر مسئولین 3 قوم بود. اولا مگه اونا کارشناسن؟ اگه کارشناس تر از تو هستن که پس غلط کردی، شکر خوردی، اسمت گذاشتی ولی فقیه. دوما مگه گرون کردن بنزین چه کارشناسی ویژه‌ای میخواد؟ سوما چطوریه که موقع خالی بندی بیدنده و ترمز تو جاده میگازی و میشی کارشناس شعر و موزیک بیتلا و شور امیرов و ورزش والیبال و اینا؟ الان که خرج داره به بیسوادیت اعتراف میکنی. نباید بذارین این حرفا رو که دشمن شاد کنن، این معاندین بزنن. نه ترس، این حرفا رو هیچکی بهش نمیزنه. مرحوم والده اهل تسامح بود همیشه. هر وقت یه خطایی میکردم نظر خودم رو میپرسید. همیشه میفرمودم بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودم میخوای بهت بگم بیشعوره، هیچی نفهمه، بی تربیت عوضی. روشن شد یا بگم یه سری از این حرفا برای تو هم بار کنن که تو بار ولی فقیه کردی؟ آیا دکتر پدیده توی نظام به نام ربیعی، سخنگوی حاجی روحانی و نظام و از این حرفا. بله گفته که نظام که پول بنزین رو نیاز نداره، اینو میخوایم بدیم به فقیرا. یه مش حرفای دیگه هم زده که نه خودش نه هیچ کسی دیگه نتونسته ترجمه کنه. این کارا چه معنی میده؟ تو محکم بشین تا با یه مثال از مرحوم ابوی برات بحث و جا بندازم این پاشنه کش. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگی رفته بود اداره کار بگیره، کلی چاخان کرد در مورد تحصیلاتش. رئیسه گفت تو زبان اسپانیایی هم گفتی بلدی؟ مشنگی گفت بله، اینو بلبل صحبت میکنم. رئیسه گفت خب کمی حرف بزن ببینیم. اینم هرچی اسم فوتبالیست بلد بود ردیف که پشت سر هم ولی با ژست و پوز. گفت ایگر کاسیاس، سرجیو راموس، جاوی آلونسو. رئیس گفت به به باری کلا، خب معنی چیزایی که گفتی چیه؟ اینم گفت یعنی آی رئیس از این که منو با حقوق خیلی خوبی استخدام میکنین ازتون ممنونم. رئیس گفت حتما 100%. پسره گفت دانی کارواخال، یعنی انتخاب خوبی کردی. رئیس هم برگشت گفت قزنفر مظفر مسئول رحمت. مشنگی گفت یعنی چی؟ رئیسه گفت یعنی خر خودتی و 7 جد آباده. روشن شد که به زبون اسپانیایی برای ترجمه کنم. آیه دکتر بالاخره مقام عظما که این همه بوکس باد و جلو عقب کردن و موضوع گرونی بنزین و مهندسی کردن چه هدفی دنبال میکردن؟ بازم من به سربسته میگم اونم از قول مرحوم ابوی که خوب بفهمی. همیشه میفرمودم بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودم مگسه کت و شلوار و کراوات که خلاصه خوب تیپ زده بود و موریش و اینا رو 3 شوار کشیده بود، نه مثل تو قشنگ درست حسابی. ازش پرسیدن چه خبره اینجوری تیپ زدی؟ گفت سر کوچه یه مقدار کود تازه ریختن. دکتر یعنی میخوای بگی مقام عظما خورده؟ آخه یه حرفا چی هست که به مقام عظما میزنی؟ من یه مثال برای تو زدم. آخه مقام عظما رو کردی